سر الکس فرگوسن و پپ گواردیولا بدون شک دو تا از موفق‌ترین مربی‌های تاریخ لیگ برترن. فرگوسن دهه 90 و 2000 رو تحت سلطه داشت و گواردیولا دهه 2010 و 2020 رو. میراث هر کدوم از این دوتا غیر قابل انکاره و بحث درباره اینکه کدوم بهترن یه کار بیخوده. اما اگه مسئله رو از یه زاویه دیگه نگاه کنیم شاید مقایسهشون غیر ممکن نباشه. شاید از ما بدتون بیاد ولی میخوایم یه استدلال مطرح کنیم که ثابت کنه تأثیر گواردیولا روی فوتبال انگلیس از فرگوسن بیشتر بوده. اول بیاین مشخص کنیم منظورمون از تأثیر روی فوتبال چیه. اینجا منظورمون واقعا خود فوتباله، نه فوتبال به معنای گسترده ترش، بلکه مشخصاً بازی که تو زمین انجام میشه. در واقع اگه منظور تعریف گسترده تر فوتبال بود این استدلال اعتبارش رو از دست میداد. فرگوسن همچنان فوق‌العاده تاثیرگذاره. مربی‌های امروزی چه آگاهانه و چه ناخودآگاه تو مصاحبه‌ها سبک مدیریت بازیکن‌ها و رهبریشون ازش تقلید میکنن. اما چیزی که الان بهش توجه داریم تاثیر تاکتیکیه. بیایید اول هویت تاکتیکی این دوتا مربی رو درک کنیم. فرگوسن در بیشتر دوران حضورش تو منچستر یونایتد از سیستم 442 استفاده میکرد. البته با چند تا استثنای قابل توجه. اما حتی وقتی هم که از این سیستم استفاده نمیکرد تمرکز روی وینگرای سریع و مستقیم بود که تیمهاش رو توی ضد حملات ویرانگر میکردن. با این حال اشتباهه که بگیم فرگوسن به یه فلسفه تاکتیکی خاص وابسته بوده. همونطور که خیلی از بازیکن‌های سابقش گفتن کارهای تاکتیکی و تمرینات معمولاً توسط دستیاراش مثل کارلوس کیروش، رنه مولنستین و برایان کیت هدایت میشد. تمرکز فرگوسن روی افراد بود، اینکه اونها رو بهتر کنه و تعادل مناسبی پیدا کنه تا بهترین عملکرد رو توی زمین داشته باشن. اگه مربی‌ها رو با نقاط قوتشون تعریف کنیم، یکی از نقاط قوت فرگوسن انعطاف پذیریش بود. اون دقیقاً به این دلیل 26 سال توی منچستر دووم آورد که تیم‌هاش با گذر زمان تکامل پیدا می‌کردن. اون تو دوران حضورش با چالش‌های زیادی روبرو شد، اما ورود مورینیو به چلسی احتمالاً بزرگترین چالش از نظر تحول تاکتیکی تو لیگ بود. سیستم 4-3-3 مورینیو آغاز پایان 4-4-2 بود، اما همین تغییر در نهایت منجر به شکلگیری یکی از بزرگترین تیم‌های فرگوسن شد. یونایتد 2008 با رونی، رونالدو و توز یک خط حمله 3 نفره ویرانگر داشت. اون تیم هم لیگ برتر و هم لیگ قهرمانان اروپا رو برد، اما شاید اگه مورینیو اون سیستم رو محبوب نکرده بود اصلاً چنین تیمی شکل نمی‌گرفت. از سمت دیگه پپ تا حدی یه آغازگر ترندها بوده. برخلاف ضد حملات برق‌آسایی که دوران فرگوسن رو تعریف می‌کردن، گواردیولا به خاطر پیاده سازی ساختارهای پاس کوتاه شناخته میشه، با این هدف که مالکیت توپ رو حفظ کنه و در نتیجه چون تیمش توپ رو در اختیار داره هم احتمال گل زدن بیشتر میشه و هم احتمال گل خوردن کمتر. اون وقتی به انگلیس اومد تا حدی تردید وجود داشت که آیا تاکتیک‌های گواردیولا اونجا هم جواب میده یا نه. فوتبال انگلیس عقب مونده نبود، اما همچنان تا حد زیادی بر پایه قدرت بدنی و سرعت تعریف میشد. واقعا این باور وجود داشت که تیمای بارسا و بایر مونیخ گواردیولا اگه مجبور بودن توی شب سرد و بارونی توی انگلیس بازی کنن اونقدر هم موفق نمیشدن. اما در نهایت سطح کنترلی که تیم‌هاش نشون دادن به اونها اجازه داد بازی‌ها رو انقدر تحت سلطه بگیرن که هر سال مدعی قهرمانی باشن. خیلی زود فوتبال انگلیس شروع کرد به تقلید از موفقیت پپ. تا پایان دهه 2010 بیشتر تیم‌های سطح بالا تلاش می‌کردن رویکرد گواردیولا رو بازسازی کنن. حتی تیم‌های پایین جدول که قبلاً به سبک سنتی و فیزیکی معروف بودن هم سعی می‌کردن بازی رو از عقب زمین شروع کنن. بزرگترین رقیب گواردیولا تو لیگ برتر لیورپول یورگن کلوپ بود و رقابت اونها اغلب به عنوان تضاد کامل سبک‌ها توصیف می‌شد. فوتبال پرهیجان و هوی متال کلوپ در برابر سبک کنترل شده تر گواردیولا، اما حتی کلوپ هم سعی کرد بخشی از کنترل گواردیولا رو به سبک سریعتر خودش اضافه کنه. با وجود تمام موفقیت‌های فرگوسن تو لیگ برتر سخته که بگیم اون هم همچین تأثیری داشته.
رقبای اصلی سر الکس به اون شکلی که مربی‌های امروزی شاگردای تاکتیکی گاردیولان دنباله‌روی تاکتیک‌های فرگوسن نبودن. البته باید اینم گفت که گاردیولا هم تا حدی خودشو با فوتبال انگلیس تطبیق داد. ورود ادرسون به منچستر سیتی این امکان رو به تیمش داد که اگه خواستن مستقیم‌تر بازی کنن. اون از مدافع‌های میانی به عنوان فولبک و از یه مهاجم نوک سنتی‌تر مثل هالند استفاده کرد، اما بازم این ترندهای تاکتیکی بودن که گاردیولا ایجاد کرد و بقیه لیگ خیلی سریع از اونا پیروی کردن. پس اگه بخوایم نتیجه گیری کنیم، با اینکه فرگوسن بدون شک یه شخصیت فوق‌العاده اثرگذاره، اما تأثیر گاردیولا به خود فوتبال احتمالاً بیشتره. البته با توجه به اینکه امسال آخرین فصل حضور پپ تو سیتی بود، هیچ وقت نمیفهمیم که آیا این تأثیر میتونست به اندازه دوران فرگوسن طولانی بشه یا نه.